لهجه بخارایی عیب نیست. بعضا میشنویم ای تو بخارگی گپ میزنی، این ناتوغری یا که این درست نیست. من میگویم نه، این فکر خطا است. لهجه بخارایی یکی از لهجه های زیباترین فارسی تاجیکی است. آن پر از واژه های کهنه، پر از تاریخ، پر از فرهنگ است. اما مشکل آن وقت پیدا می شود که ما فقط با لهجه حرف می زنیم و زبان ادبی را نمی دانیم. این باشد حقیقت است. آدمی با سواد هم لهجه را می داند، هم ادبی را. امروز ما می آموزیم. فردا با هر کس و هر شکل می توانیم صحبت کنیم. بیایید از امروز درس های ادبی فارسی تاجیکی را شروع کنیم. شروع کردن این یعنی سر کردن است. از امروز سر میکنیم.